شهناز هوشمندیان هستم و قراره توی این کانال به شما دستور ساخت بیش از 100 تا ترشی بی‌نظیر و خوشمزه رو که تا الان تجربه نکردید رو به شما آموزش بدم که از 6 تا قلم مواد تشکیل شده. خرما هستش که من این خرما رو تمیز کردم، هستش رو در آوردم، آماده کردم از قبل. ادویه این ترشی هستش دارچین پودر شده، جوز هندی پودر شده، زنجبیل پودر شده و هیل پودر شده. ولی من اینجا هیل رو پودر نکردم چون دوست دارم هیل درسته داخل خرما تو این ترشی دیده بشه. و سرکه سنتی انگور. عزیزان برای این ترشی دیگه ما این خرماها رو آماده کردیم، دونه به دونه داخل این ظرفمون قرار میدیم. به این شکل کمی دارچین، کمی زنجبیل، کمی هم جوز هندی، اینو که قاشق چای خوری برای مقدار، و 2 تا دونه هیل. دوباره یه لایه دیگه خرما، از هر خرمایی هم که دوست داشتین میتونین استفاده کنین. من از خرمای گنتار استفاده کردم، خرمای خیلی خوشمزه و بی‌نظیر. از خرمای گنتار استفاده کردم. از شما هر خرمایی در دسترس داشتین میتونین استفاده کنین. ظرف ما پر شد خرما، دوباره دارچین مقداری، دوباره جوز هندی، دوباره زنجبیل، به اضافه 2-3 تا دونه هم دوباره هیل. عزیزان ظرف ما دیگه پر شد. سرکمون هم قبلا سرکه سنتی انگور هستش، قبلا جوشوندیم و سرد شده و اینو میریزیم روی خرما به این شکل. اینقدر این ترشی خوشمزه و خاصیت درمانی داره که خدا بگه بس. خونساز این ترشی، ملینه، خیلی هم عالی، خیلی هم پرخاصیت. درش هم صفر میبندیم، 10 روز میذاریم بمونه. بعد از 10 روز میتونیم از این ترشی خوشمزه و بی‌نظیر استفاده کنیم. نوش جانتون باشه، گوارای وجود. ممنون میشم عزیزان اگر کانال منو سابسکرایب کنید و محتواها رو فالو کنید و اگر هم سوالی داشتید کامنت بگذارید. خدا نگهدارتون.